همستر لیست بشه همه چی رواله، فسق و فجور هر شب گرداف پر و پاچه توی جیبا تراوه، بعدش هم یه چیه دیگه به راهه. میپرسن میاد این پولا از کجا، میگم آجی من بهم میگم پروفیت چیه، ولد چیه، ماینر چیه، میگم جمع نمی کنم سکه من بی خودت گفتی 40 تومن به تیدون ببین داداش اگه مایه پارت میکنه پاره میشی پاره. این وایت میخوام حاجی اینا همه دلاره، بگو بینم موبایل مامان من کجا؟ اینا هیت میدن که پیش نرم هی، هر کی میگه همستر بعد طرفی دروغ میگه دروغ. خیلی برو بریم برو بریم سیجر جی جی لیتو بعضی هم این وسط کارشون به گروگانگیری رسیده. این ویدیو رو ببینید. بچه ها اصلا نترسید، این همستر تخ نداره پولمونو نده، ما یکیشون گروگان داریم. دیدم گرم چند خواست داداش این طلای خارج گرم نیست، به اونس هر 7 10 گرم میشه 1 اونس. شما این به این سقف رسید مفروشی پایینم میاد سود میکنی، از کفم بخری سود میکنی. عین بچهای پنبریز 1 سال همه بنز خریدن. تمام شد کجا نگه داره؟ کچیو کجا نگه داری؟ داداش ما حساب میگه که بزرگ شدن آرزویی بود که به امتحان کردنش نمیاد. هی گایز، حالتون چطوره؟ سلام به شما همستر بازها، پروفیت بازها و سکه بگیرا. به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. اگر همستر بازی میکنی حتما ویدیو کاملش رو توی چنل یوتیوبم که لینکش این پایین هست ببین، باحاله. الان که این ویدیو رو میبینی احتمالا همستر لیست شده، یا شایدم نشده باشه، یا شایدم هیچ وقت نشه. این پروژه های ایردراپی هستن که چون پروژه های مشابه قبلی سوده بودن، ما هم امیدواریم که همستر هم لیست بشه و یه سود خوب همه ما بکنیم. منم این پروژه رو دارم دنبال میکنم، نه با یه گوشی، با چند تا گوشی. حالا باید وایستیم ببینیم صرافی‌های ایرانی مثل نات کوین که لیستش کردن همستر هم لیست میکنن یا نه. باید منتظر باشیم تا روز لیست شدن جهانی همستر. فعلا هیچکی نمیدونه، ولی احتمالش زیاده که صرافی‌های ایرانی هم همستر رو لیست کنن. از وقتی پروژه همستر همه‌گیر شده، اتفاقای باحال، جالب و گاهن تلخی افتاده. میخوایم با هم بریم اونا رو بررسی کنیم. پس برو بریم برو بریم سیجر جی جی لیتو خورو چلی. بعضیا خیلی جدیش گرفتن، مثل این ویدیویی که الان میبینید. البته شما اینجا میبینید ولی من این پایین دارم میبینم، پس اگه پایین رو میبینم ببخشید. نمیدونم کجاست، فکر کنم ژاپنه یا چینه، ولی از اونجایی که انقدر جدیش گرفتن میشه بهش امیدوار بود. و بیاین یه عالمه گوشی عین مزرعه های ماینر چیدن و شارژرها رو بهش وصل کردن و همسترها رو دارن ماین میکنن. یه ورژن ایرانیش هم هست. ورژن ایرانیش رو با هم ببینیم. ببین، آها نگاه، فکر کنم قشنگ 20 تا گوشیه مرتب و تمیز روی فرش چیده و سکه ها رو داره میگیره دیگه. داشت تو 20 تا گوشی داری دیگه، همونا رو بفروش. تو مایه داری، همین الان هم تو پول داری، همونا رو بفروش. همسترا رو بذار واسه ما، تو بی نیازی. آره، بعضیام این بنچ شروع کردن به کلاهبرداری کردن از مادر بزرگاشون. یه چند تا کلیپ اینجوری با هم ببینیم. نه صلوات نفرست، الله اکبر بگو. یه خبر بعدم این ما بین منتشر شد که یه دانش آموز و یه پسر بچه‌ای که همشهری منم هست و مشهدیه
متاسفانه توی همون با خودش گوشی و شارژر برده و در اثر شوک الکتریکی جونش رو از دست داده. بذارید اخبار دقیقش رو من از روی یکی از پیجای معتبر مشهد بخونم. خبر آنلاین در گزارشی نوشت بازی همستر کامبت باعث مرگ یک نوجوان شد. شب پنجشنبه پسر نوجوانی حین بازی همستر کامبت در اثر شوک الکتریکی جونش رو از دست داد. این نوجوان که به دنبال پولدار شدن از طریق بازی همستر کامبت بود تمام وقت آزاد خود را صرف این بازی میکرد. او تصمیم گرفته بود در حمام هم به بازی ادامه دهد و در حالی که آیفونش را به شارژ زده بود از آن استفاده میکرد. آیفون از دستش در آب میافتد و او در اثر شوک الکتریکی جان میدهد. ماموران اورژانس که به صحنه میرسند مرگ این دانش آموز را تایید میکنند. از پدر و مادر او نقل میشود که اخیراً نمیشد لحظه ای او را از موبایلش جدا کنید. خیلی ناراحت شدم، خبر خیلی تلخی بود و از همینجا هم به خانواده داغدارش تسلیت میگم. بچه‌هایی که سنتون کمه مراقب باشید، توی وقت آزادتون حالا خواستید بزنید. توی حموم و اینا از اینجور کارا نکنید، خطرناک. برگردیم به موضوع همستر کامبت. آقا من نفهمیدم پروفیت مهمتره یا سکه؟ انقدر محتوا زیاده و محتوای ضد و نقیض. یکی میگه آقا پروفیت تو ببر بالا، یکی میگه نه آقا پروفیت مهم نیست سکه رو ببر بالا. یکی میاد میگه هم پروفیت تو ببر بالا هم سکه تو ببر بالا. ما چیکار کنیم؟ من یه کاری میکنم یکی دو ماه بنز توی پارکینگت عقب جلو بکنی، ولی سنگین بزنه. میخوام انگوش برقصونی. 50 میلیون کوین زدی؟ احمق، من کی حرف کوین زدم؟ پروفیت مهمه داداش، پروفیتت چنده؟ دستت حالا چرا انقدر میپره؟ پروفیت به کنار، چند نفر رو آوردی تو خط. بیا این کارتا رو بزن، 5 چوق بذار جیبت. به هر کسی از اینا نمیدم ها. ببین الان نمیتونم بهت بگم کی پول دستتو میگیره، ولی زودی اوکیش میکنم برات. بعضیام این وسط کارشون به گروگانگیری رسیده. این ویدیو رو ببینید. بچه‌ها اصلا نترسید، این همستر تخم نره پولمون رو نده، ما یکیشون گروگان داریم. و یه بنده خدای دیگه همستر گرفته دستش، با همستر، با انگشتای همستر داره همستر ماین میکنه. عجب. البته یه اخباری پخش شد که ظاهرا این دوستمون رو به جرم حیوان آزاری گرفتن. نمیدونم درسته یا نه، ولی یه اخبار اینجوری پخش شده بود. امیدوارم که مشکلی واسش به وجود نیاد. و از اونجایی که ایرانیات خلاقیتشون خیلی بالاست، کلی ویدیو فان و خنده‌دار پخش شده. یه سریاشو اینجا با هم میبینیم. بریم با هم ببینیم. یمی چه کار داری میکنی؟ ببین سنجا بکنم میدم پول میده. تلگرام رباتش برات میفرستم. بفرست. عین غذا این کار رو نکنید. زیر دوش حمام نگیرید، همستر نگیرید. چقدر مصنوعی میخندیم. بابا ولم کن، تو اتاق عمل وایستا، برو خونه بزن. لامصب. البته اصلش لامذهبه. من یکی از دوستان میگفت لامپ سرد. مثلا چرا گفتم اینو؟ محمد آقای احمدی سلام علیکم، دلم واسه تنگ شد. اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکر. با هفلو آره دیگه. ببین این معامله که من دارم اگه بگیره ویلای شمال خریدیم میگه. خب دارم ترید میکنم. ترید نکشیمون تریدر.
تریدری بین داری منو مسخره میکنی کیش. آقا یه نکته رو بذارین اینجا من همین الان بهتون بگم. شما نمیدونید تولید محتوا چقدر سخت، نمیدونید من چقدر زمان گذاشتم تا این محتوا رو واسهتون بگیرم. یعنی شما هر ویدیویی که تو این لحظه میبینید، نه این لحظه، توی هر لحظه‌ای در آینده میبینید، حداقل 3 ماه 4 ماه زمان گذاشته شده از قبلش که شما الان داری این ویدیو رو میبینی. چقدر شب بیداری کشیدم، چقدر رو مرض یه ویدیو داری میسازی دیگه. لایک کن، سابسکرایب کن جون مادرت، اون زنگوله رو بزن، همه کارهای خوبو بکن. ما اینجا داریم زحمت میکشیم. دم شما گرم. کجا بودیم؟ بریم سراغ آقای تریدر. یه کلیپ از تریدرهای خارجی من واسهتون پخش میکنم. اینو ببینید چقدر قشنگ، چقدر زیبایی مانیتور گذاشتن، دارن با هم مشورت میکنن، آنالیز میکنن که چیکار کنن، کجا بخرن، کجا بفروشن. خیلی زیبا و شیک و مجلسی. این ویدیو یه ورژن هندی هم داره که الان واسهتون پخشش میکنم. ببین این آقا الان داره توضیح میده که بچه‌ها اینجا یه موقعیت دیده که اینجا الان تا چند ثانیه دیگه قرار قیمت به شدت بریزه و به همه میگه اینجا آماده باشید که معاملات فروش یا سل یا شورت بگیرید. و همینجور که میبینید داره آماده میشه برای اینکه معامله سل بگیره. الان داره میشموره، میگه 3 2 1 و الان قراره به شدت بریزه. من حالا میگم داستانش. هیچی نداره بگه، سکوت اختیار کرده، این ور اون ور میره. و اون دستیارش خیلی باله، مونده چیکار کنه. یه آدم همین ور نشستن که کپی کنن از او دستش دیگه. ایشون استاده. و الان مونده چی بگه؟ هیچ، سکوت کامل. این هم به این نگاه میکنه، میبینه هیچ عکس العملی نشون نمیده. بله قطع کن، به نظرم ویدیو رو قطع کن. و اما ما یک ورژن ایرانیشو داریم. البته اینو طنز ساختن ولی خب خیلی باحاله. ببین ورژن ایرانیش هم با هم ببینیم، آخر یه توضیح بهتون میدم. طلا خریدم گرم چند خواست داداش این طلای خارج گرم نیست، به اونس هر 7-8 گرم میشه 1 اونس. شما به این سقف رسید مفروشی پایینم میاد سود میکنی، از کفم بخری سود میکنی. عین بچهای پنبریز 1 سال همه بنز خریدن. تمام شد دیگه. کچیو کجا نگه داری؟ داداش ما حساب ارزی میفهمی؟ شما قراره با گرگای وال استریت معامله کنید، اینجوری هندان گذاشتی جلوت، خب ول کن دیگه. گرگا مگه هندون نمیخورن؟ اصلا گوتو نمیخوری. خیلی خوب بود. البته این که طنز بود، واقعی نبود، ولی واقعیش هم من تجربه کردم متاسفانه. اگه ریا نباشه بنده هم یک دستی بر آتش دارم و ترید میکنم. حالا بعدا واسهتون محتوا میگیرم اگه دوست داشتین. و نمیدونم چی شد، متاسفانه خر شدم و یک دوره از یک آقایی که پکیج آنلاین میفروخت خریدم. ببین دقیقا یه چیزی تو همین مایه ها با همین کیفیت، البته این کیفیتش خیلی بالاتر بود، با یه موبایل بی کیفیت یه چیزی ضبط کرده بود. 8 میلیون پول بی زبون رو دادم پاش و هیچ کاری هم نمیتونستم بکنم. نمیگم همه آموزش های ترید بده، همه اساتید ترید بدن، خیر. چی یعنی چی؟ خیلی توضیح بده. ولی میگم قشنگ تحقیق کنید قبل اینکه پول زحمت کشیدتون رو بدید بابت یک پکیج آنلاین. تحقیق کنید که مثل من نسوزید. آقا
تو این قسمت ویدیو میخوام اون موزیکی که اول برنامه دیدید، قطعا فکر نکردی که اون کار منه. اون کار من نیست، من دابسمشش کردم. اون کار یه آقایی به اسم وحید که فامیلیشو متاسفانه نمیدونم، ولی دیدم که پیجش به دستور مقام قضایی بسته شده متاسفانه، و اینکه به دلیل اینکه یه شوخی کرده با خانواده یکی از این مقامات کشوری و لشکری. امیدوارم هر چه زودتر مشکل آقا وحید حل بشه و بیاد ویدیوهای خفن و تلفیقی که میساخت و ادامه بده و ما هم لذت ببریم. خب تقریبا به آخرای ویدیو رسیدیم، ولی اینجاش خیلی مهمه. یه بخشی به انتهای همه ویدیوها من دارم اضافه میکنم به اسم لفظ سنگین که قراره از شماها کمک بگیرم برای اینکه این قسمت رو به آخر ویدیوهام اضافه کنم. حالا توی این قسمت از خودم میگم، ولی از قسمت‌های بعدی امیدوارم کمکم کنید که با نظرات شما بریم جلو، لفظ سنگینا رو شما بگید. آماده ای؟ بذار جو سنگین کنم. میگه که بزرگ شدن آرزویی بود که به امتحان کردنش نمیارزید. تاثیرگذار بود؟ حال کردی؟ چند تا لفظ سنگین باحال این زیر واسم کامنت کن که توی برنامه‌های بعدی ازش استفاده کنم. دوستتون دارم. بوس به کلهاتون. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و مثل همیشه تا درودی دیگر